عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمامی دوستان و بازدیدکنندگان گرامی. بنده مصطفی هوشیاری هستم، مدرس این جلسه از آموزش‌های متریال دیزاین در اندروید استودیو. تو این جلسه قصد دارم به شما فب باتن رو آموزش بدم. قرار یاد بدم که چجوری داخل آیتمتون از دکمه فب استفاده بکنید که شخصی سازی و متریال باشه. برای این کار من میام داخل همین مین اکتیویتی خودم استفاده میکنم، میام داخل قسمت فایل و پروژکت استراکتور کلیک میکنم. منتظر میشم یه صفحه برای من باز بشه. بعد اینکه باز شد من میام از قسمت دپندنسی و از قسمت این پلاسی که هست add dependency آلتو اینزرت هم میتونیم بزنیم و library dependency رو میزنم. میام اینجا سرچ میکنم کتابخانه android support دیزاین سرچ میکنم ببینم پیدا میکنه. بله، com.android support و من ورژن آخر رو وارد میکنم و اوکی رو میزنم. هم میتونیم از این قسمت فایل هامون بریم وارد کنیم کتاب خونمون رو و هم میتونیم از گریدل بریم وارد کنیم. خوبی که این قسمت داره اینه که ما میتونیم آخرین ورژن هر کتاب خونه رو پیدا بکنیم. این کتابخونه معرفی شده توسط خود اندروید هستش یا همون گوگل هستش. خب حالا میام این بالا اول از همه لینیر لایوت رو به ریلیتیو لایوت تغییر میدم. این رو پاک میکنم، این دوتا رو هم پاک میکنم. خب بعد میام اینجا برای این آیدی میذارم، آیدی تولبار. بعد این رو میبندم، به این میگم لایوت بلو باشه آیدی تولبار و به اینم میگم لایوت بلوت باشه آیدی تو باتن مین تم. خب حالا میام این قسمت پایین میزنم فلوتین اکشن باتن رپ کانتنت و رپ کانتنت باشه. میخوام بیارمش اینجا قرار بدم، بهش میگم لایوت باتن لایوت الاین پرنت باتن باشه ترو و مارجینت باشه 18 دی پی، از همه طرف 18 دی پی فاصله بگیر و یه دونه SRC میخوام بهش بدم. SRC میام قسمت درابر یه دونه آیکون وکتور براش طراحی میکنم و میخوام پلاس رو وارد کنم. پلاس اگه پیدا کنم میام اینجا پلاس ببینم میاد. فکر نکنم پلاس داشته باشه. خب اد این آیدی رو کپی میکنم و میام بهش میدم این به این صورت.
و بهش یه دونه اپ 2 elevation میدم. elevationش به اندازه باشه 10 دیپ. ببینم چقدر شد. ببینید سایه رو رفت اومد. خوبه 10 دیپ. و یه دونه هم بهش ریپل کلور میدم. ریپل کلور به رنگ کالر اسید همین رنگه و میام بهش میگم کالر اسید دارک باش. و یه دونه آیدی بهش میدم. آیدی فلوتینگ باتن و آیدیش رو کپی میکنم. میام قسمت فایل جاوا و به این میگم فلوتینگ اکشن باتن باشه فلوتینگ باتن و فلوتینگ باتن رو میام اینجا معرفی میکنم. cast as floating action button find view by IDR dot id dot floating button و میام براش اینجا یه دونه کلیک لسنر میزنم dot set on click set on click listener new on click listener و بهش میگم توست بده dot make text get base context dot in dot get base context ویلگول این یه متن استرینگ دات توست ویلگول توست دات میک یا لنگ شورت دات شو. میگم floating action button is clicked. ران میگیرم ببینم چه اتفاقی افتاده. منتظر میشم که پروژم بیلد بشه. ببینید این ظاهر اولیه نرم افزارمون بوده که بهتون تا این جلسه آموزش دادم. تولبار ساخته بودیم 2 باتن و توی این جلسه فلوتینگ اکشن باتن. ببینید فلوتینگ اکشن باتن ما اصلا میاد یا نه. خب میبینیم که فلوتینگ اکشن باتن ما اومده و سایه و علامت پلاس. حالا روش اگه کلیک بکنم رنگش به قرمز تغییر پیدا میکنه و یه توصیه به من نشون میده. میگه floating action button is clicked. اینجا هر چیزی رو که بخوایم براش میتونیم بنویسیم. خب این هم از این جلسه از آموزشامون. امیدوارم از این جلسه از آموزشامونم کمال لذت رو استفاده رو برده باشید. تا آموزش بعدی شما رو به خدای منان میسپارم. خدایا رو نگهدارتون باشه.